قسمت سوم از داستان موش مترو. اونجا رسیده بودیم که لولا دیگه خسته شده بود و به راه ادامه نداد. لولا گفت من نمیام. نگاه کن دارم لونه میسازم. لولا یک پر از زیر ریل بیرون کشید. نیب بلافاصله اونو شناخت. چنگ انداخت بگیرتش و گفت اون مال منه. لولا گفت هر کس که اول پیداش کرده مال اونه و روی اون نشست. صدای نغمه لطیفی از دوردست توی تونل پیچیده بود. مو بر تن نیب راست شده بود. چه صدایی بود؟ چشمهای لولا گرد شد. دوباره جیک جیک آهنگین کوتاهی رو شنید و به طرف صدا راه افتادن. همچنان که پیچی رو دور می زدن، نسیم ملایمی سیبیل هاشون رو نوازش داد. لولا نفسی کشید و گفت چه دلپذیر. صداهای دیگه‌ای به اون جیک جیک اضافه شد. تونل به سمت نور ملایمی گشوده شد. نیب که نفسش بند اومده بود گفت یعنی پایان تونل؟ لولا با گفتن بجم میان جنگلی از علفهای نمناک شیرجه زد. نیب هم به دنبال اون شیرجه زد. هر دو موش تا نوک تپه‌ای دویدند و در اونجا با خوردن انواع دانه ها و نوشیدن شبنم ها و رقصیدن در زیر نور مهتاب جشنی رو به پا کردند. اونها تا زمان حرکت قطارهای صبح در خواب بودند. پایان تونل خطرناکتر از اون بود که نیب تصورش رو میکرد. اما در عین حال زیباتر از چیزی بود که در رویاهاش دیده بود. لولا در اینجا احساس راحتی میکرد. بعدها وقتی بچه ها رو توی لونه گرم و نرمشون میخوابوندن، نیب برای اونها قصه میگفت و این بهترین زمان زندگی اونا بود. آره، گاهی وقتی آدم به خوبی تصمیم میگیره و چیزی رو میخواد، دنیا راههایی رو نشونش میده که هیچ کس اونو ندیده و تو رو به هدف درست میرسونه. عزیزان، قصه موش مترو هم تموم شد. شبتون بخیر، خوابای خوب ببینید.